دیوار بزرگ چین یکی از شگفتی‌های تاریخ بشره. سازه‌ای که بیش از 2000 سال طول کشید تا ساخته و بازسازی بشه. اولین دیوارها رو ایالت‌های کوچیک چین برای دفاع از خودشون ساختن، اما وقتی امپراتور شیهوان قدرت گرفت، تصمیم گرفت همه دیوارهای پراکنده رو به هم وصل کنه تا جلوی حملات اقوام شمالی مثل هون‌ها و مغول‌ها رو بگیره. اون زمان هزاران کارگر، زندانی و سرباز با کار اجباری روز و شب خاک و سنگ رو روی هم می‌ذاشتن تا دیوار بالا بره. بعدها در دوران سلسله‌های مختلف مخصوصاً مینگ، دیوار با آجر و سنگ محکم‌تر شد و برج‌های نگهبانی و گذرگاه‌های نظامی بهش اضافه شد. طول کل دیوار و شاخه‌هاش به بیش از 121 هزار کیلومتر میرسه. یعنی بزرگترین سازه دفاعی ساخته شده به دست انسان. این دیوار فقط یک مانع نبود، بلکه یک سیستم کامل دفاعی بود. برج‌های دیدبانی، پادگان‌ها و مسیرهای ارتباطی داشت تا ارتش چین بتونه سریع واکنش نشون بده. با وجود عظمتش، دیوار همیشه جلوی حملات بزرگ رو نمی‌گرفت، اما سرعت مهاجمان رو کم می‌کرد و به ارتش فرصت می‌داد. امروزه دیوار بزرگ چین یکی از عجایب جدید جهان و نماد ملی این کشور محسوب میشه. میلیون‌ها گردشگر هر سال از بخش‌های معروفش مثل بادالینگ و موتیانیو دیدن می‌کنن. دیوار بزرگ چین فقط یک سازه نظامی نیست، یادگاری از تلاش، رنج و عظمت تمدن چین که هنوز هم ایستاده و داستان مقاومت و قدرت رو روایت می‌کنه.